شخصیت ایدئال ما از لحاظ سیاسی کسی را به نام عطا محمد نور میگن که از شخصیت‌های مطرح سیاسی در افغانستان است. او است برای ما ایدئالم از لحاظ تفکر سیاسی. از لحاظ تفکر اجتماعی هم میتونه قسماً او باشه. یک شخصیتی است که دارای یک جایگاه ویژه‌ای در اجتماع ما هست. از لحاظ سیاسی هم یک شخصیت متبارز است. تفاوت‌های بسیاری با دیگرها داره. این برای ما یک شخصیت ایدئال است. من به خودم خواننده بودن میخواهم، زیرا هر یک شخص در زندگی آرزو دارد، نیت دارد، مقصد دارد و این مقصد و آرزو و نیت ها از خود شخص وابسته است. اگر که به همون آرزو و نیت رسیدن خواهی، تو کوشش میکنی که خوانی، دانی، تجربه اندازی، از زندگی چیزی بگیری و همه این پیش از همه از خودت وابسته است. من برایم گفته نمیتونم که با فلانچی مانند بودن میخوام، چون که فلانچی مهنت کرده است که به همین درجه ها رسیده است، دانش اندوخته است، در زندگی پستوی بلندی ها رو دیده است، پیشپا خورده است، افزوده است، خیست است و به خلاصه آمده است که با کدام راه رود که به همین نتیجه رسد. یعنی خلاصه که ایدئالی خودم هستم. من وای معلمایی که ما رو درس میدهد وای مایا صبرانه است، وای پسیکولوژی زور هست، یعنی درباره اختصاص خودش نقض میداند. من میخوام با مثل همون شوم، یعنی به همون معلم تقلید کرده آینده وای مثل همون معلم مهربان، یعنی با کودکان نقض رفتار کنم، چون که آن زبانی کودک رو میفهمد و معلمه بهترین است و در زندگیش تمام کارهایی که با او لازم است کرده است و من میخوام که مثل همون معلمه یعنی وای باشم، جهان دیده باشم، یعنی سهم خودم رو به همین وای گذارم، در همین دولت گذارم. В моей жизни нет идеала. من در زندگی ایدئال ندارم. نمیدونم چطور بیان کنم. نیست و تمام. خودی من به خودم پسند هستم. Нет, я сама себе нравлюсь. من راستی در حیات همیشه کوشش کرده هستم که هم رفتار، گفتار، خواب شیشتن، خیستن، خوردن همون رفتار و کردارم را به مثل پیغمبر خدا کنم. برای شما داشتن ایدئال در زندگی چی در زندگی مثلا بعضا می شود که انسان کار پیش نمی رود، زیق می شود، مثلا از حیات دل می ماند، لیکن می بینید که مثلا ایدئال دارید، اون مثلا مشکل هایی که سر اون نفر آمدگی بود، اون پرابلم هایی که پس سر کردگی هستند، یعنی بعد با خود نگریسته با خیلی انسان دلش آرام می شود و یعنی نسبت به او یعنی مشکلاتی که اون نفر داشتگیان، این مشکلاتی که ما داریم، یعنی شخصا مثال خودم داشته باشم اگر این کوچک میموند، مای داغ میموند، انا با هم خاطر بعد با انسان یعنی رو افتاده نشده به طرف پیش حرکت میکنه.